دوستان عزیز، این حال در استانبول هستیم، البته که در مسجد نور عثمانیه. خب دوستان عزیز، خیلی شده بود که اویدی ترکیه معلومات دادیم در سال 2025 چگونه تغییرات وارد شد، نرخ معاش، نرخ کвартира و چه خیلی است، تماش رو پورا کرده و میفهمونیم. خب دوستان عزیز، شخصانی که برای سرگشت آمدنی هستید یا اینکه برای کار آمدنی باشید، خوب ترش این حال نوید، چون که فصلی نه اونقدر خوب است. یک روز بارانی، یک روز برفی، یک روز آفتاب، هر خیل. خب درباره کارها اگر معلومات دهیم دوستان عزیز، کارها این حال وضعیت کار خیلی سست است، یعنی که کار یافتن خیلی مشکل است، چون که در اینجا همه کار و نرخ معاش همه چی از توریسم است، ساحه توریسم از توریستان وابستگی دارند. در این فصلی که بارانی و برفی است، البته که توریستان خیلی کم میشوند، از همین خاطر هم جایهای کاری خیلی کم است، یعنی که کار یافتن خیلی مشکل است. در مسئله معاش گیریم، اگر که به شرطی که کار یابید میتوانید که از $700 بالا کار کنید در یکم رستوران یا که مهمانخانه، با شرطی که کاری خوب یافته توانید. خب دوستان عزیز، درباره نرخ کвартира باشد، نرخ کвартира بالا رفتن. حاضر سری کس، یعنی که در یک حجره با یک چند نفر می ایستید، سری کس زیاده از $100 باید که برای کвартира سپارید. خب با طرزی اگر میانه حساب کنیم $100 برای کвартиратон расход می شود. خب دوستان عزیز، وضعیت این حال همین خیلی است، یعنی که برای کار شخصانی که اومدنی هستید خوبترش در ماهای اپریل بیایید، اگر خیلی خوب می شود، چون که هم هوا خوب است، هم جایهای کاری بسیار است. خب دوستان عزیز، این بود یک معلوماتی که برای شما امیدوارم که فایده میرساند، چون که بسیار از شما دویدی کار میپرسید، دویدی که سوال رو همین طور میدید که برای کار کردن بیای میارزد یا که نه. دوستان عزیز، وضعیت همین خیلی است. خب یکم سوال های دیگر باشد اگر در کامنتری انتظارم، حرکت میکنم که به همه‌اش جواب دهم.